درمان لکه‌های قهوه‌ای صورت روحی 398. یک نقطه قهوه‌ای روی صورت شما ممکن است به سختی قابل تشخیص باشد، اما اگر چند تا از این لکه‌ها داشته باشید چی می شود؟ اگر لکه‌های قهوه‌ای دارید بدانید که تنها نیستید. نقطه سیاه یا لکه قهوه‌ای پوست نیز شایع است. لکه‌های قهوه‌ای پوست که مزاحم زیبایی چهره تان می باشد و بسیار سادگی درمان می شود. برای درمان سریع این لکه‌ها این ویدیو را تماشا کنید. اولین نسخه درمان لکه‌های قهوه‌ای پوست صورت در 2 شب می باشد. چگونه می توانید در 2 شب لکه‌های قهوه‌ای پوست را از بین ببرید؟ پاک کردن لکه‌های قهوه‌ای به وسیله مواد ساده در خانه. روش اول، استفاده از آب لیمو. آب لیمو را به صورت مستقیم به لکه‌ها بزنید. آب لیمو آبی اسید است که می تواند باعث تجزیه رنگ ها می شود و بنابراین در عرض 1 یا 2 ماه رنگ و ظاهر لکه را کاهش می دهد. ویتامین C موجود در لیمو به صورت مستقیم پوست را سفید می کند. بهترین روش برای رفع لکه‌های قهوه‌ای لیموی ترش است. لیمو را توته کنید و توته های لیمو را مستقیما روی لکه‌های قهوه‌ای خود بمالید. اجازه دهید حدود 30 دقیقه بماند و سپس با آب بشویید. مراقب باشید زمانی که آب لیمو به صورت خود زده اید و تماس مستقیم به خورشید نداشته باشید. گزارش های وجود دارد که قرار دادن آب لیمو بر روی پوست می تواند باعث آفتاب سوختگی قابل تجویز شود. روش دوم، از ترکیب آب لیمو و شکر استفاده کنید. آب لیمو را بگیرید و در یک کاسه بریزید. 2 و یا 3 قاشق غذاخوری شکر را اضافه کنید. شکر و یا بوره را با آرامی اضافه کنید تا به آب لیمو ترکیب شود و یک خمیر به دست بیاید. این ترکیب را روی نقاط قهوه‌ای تان توسط یک قلم و یا یک تکه پنبه‌ای بزنید. خمیر را در حدود نیم ساعت اجازه دهید بماند و سپس آن را با آب سرد شستشو دهید. این خمیر ممکن است پوست شما را خشک کند. سپس حتی بعد از هر بار استفاده از مرطوب کننده استفاده کنید. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.